Hi guys, ready to speak English like a pro? Let's start it. سلام، من مهسان. به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدید. تو چنلم به ساده ترین شکل ممکن بهت انگلیسی یاد میدم. اگه داری واسه امتحان مهمی مثل آیلتس یا تافل آماده میشی، اگر که قصد داری سفر کنی واسه کار، مهاجرت یا کلا دلت میخواد که انگلیسی رو یاد بگیری، دانش آموزی، دانشجویی، خلاصه که اینجا زبان به ساده ترین شکل ممکن بهت آموزش داده میشه. پس همراه من باش. Today we are going to practice some simple but really practical and useful English questions. Repeat the answers out loud with me to improve your English skills. خب توی تمرین آسون امروز، در واقع همون easy practice، قراره که من یه سری سوال‌های از شما بپرسم، سوال‌های آبی ازتون میپرسم و شما قراره اون کادر قرمزی که پایین براتون میاد رو، مثلا my name is my name رو بگید، اسم خودتون رو بذارید، اون جا خالی ها قرار جایگذاری خودتون بشه. این تمرین فوق العاده است. شما روزی 5 دقیقه وقت بذارید این تمرین رو انجام بدین، تو دراز مدت نتایج فوق العاده ای ازش میگیرید. خب نیاز دارم سوالا جلوم باشه که یادم نره قرار چی بپرسم و با هم شروع کنیم. The first question is what's your name? The next question is how old are you? Where are you from? How are you? What's your favorite color? Do you have any brother or sisters? What's your favorite food? What's your favorite hobby? What's your favorite season? The last question is, can you speak English? Great job. یادت باشه که فوق‌العاده بودی تا اینجا. اگه جواب دادن به سوالا برات راحت بود که اوکی هیچی، اپیزودهای بعدی رو تماشا بکن. هر اپیزود ما یه سطح قرار سطح سوالا رو سخت‌تر بکنیم، جوابا طولانی‌تر میشه و قرار تمرین. اگر روزانه تمرین داشته باشی به مرور زمان عالی پیش میری و قشنگ میتونی که با تکرار کردن این جواب‌ها به نتیجه فوق‌العاده برسی. براتون لیست سوال ها رو و جواب های آماده رو در قالب PDF تو چنل تلگرام میذارم که لینکش دقیقاً توی دیسکریپشن هست. کافیه بزنید توش و عضو بشید. هر سوالی داشتید یا مثلا سوالی به ذهنتون اومد که مثلا اینو کار بکنیم، مثلا این تیپ سوالا رو ازمون بپرس، این مدل تمرین بریم، برام بذارید و تمام. مراقب خودتون باشین و تا یه اپیزود دیگه از ایزی پرکتیس مراقب خودتون باشین. Bye bye.